پایان دنیا چه زمانی هست؟ خیلی ناامید کننده بود. خیلی ناامید کننده. مو به تنم سیخ شد. سلام به کانال ما چهار خوش اومدین. امروز اومدیم با یه موضوع بسیار چالشی و ترند رو جنجالی. چت جی پی تی، یه هوش مصنوعی واقعا چی میگن؟ مایند بلوینگ. یعنی چی؟ اوه مای گاد. یعنی مغزو میترسونه اینقدر خفن و باهوشه. حالا ما به ذهنمون رسید که بیایم از این هوش مصنوعی برای مصنوعی. سلام کردی شما؟ سلام کردی؟ سلام. اسمت چیه؟ ایشو امیرصدرا هست. امیرعلی هم مدرسه است. برای اینکه براش بدآموزی داشت گفتیم که شما درسته که ما از این ابزار بد میخوایم استفاده کنیم ولی شما خوب استفاده کنیم. سر امتحان که نمیذارن گوشی استفاده کنیم. ایشالله. البته این مجازی باشه میشه یه کارایی کرد، ولی خب یه خورده لاگین شدن توش سخته. میخوایم ازش به عنوان ابزار تقلب استفاده کنیم. خب پس لایک و کامنت رو بکوبید، بریم برگردیم ببینیم که چه سوالای سنگینی میخوایم ازش بپرسیم. اما یه توضیح میشه در موردش یه توضیح بدم در موردش. آقا یه خورده لاگین شدن توی نرم افزار سخته متاسفانه. سخت. توی سایت‌های مختلف بگردید راهش پیدا می‌کنید، چون حتما باید یه شماره خارجی داشته باشین که SMS بیاد. ما چون داشتیم راحت رفتیم. و اینکه باید با VPN متاسفانه بس بشید بهش. خب اگه خواستین پیداش کنید میتونید چت جی پی تی رو سرچ کنید یا مثلا اوپن ای آی سرچ کنید، میتونید وارد سایتش بشین. الان ما لاگین شدیم و میخوایم چی میگی تو؟ میخوایم شروع کنیم به تست کردن این هوش مصنوعی بسیار خفن. آماده این؟ بریم. سوالات آماده است؟ نه ما رفتیم کلی نمونه سوال از این برنامه جمع کردیم ببینیم واقعا میتونه جواب بده یا نه. آقا یه نکته خیلی جالبش اینه که فارسی هم میتونه جوابتون رو بده. نگاه کنید. من الان میخوام ازش بپرسم. یه سلام حالا اول بکن باشم. آره اول یه ذره گرم کنیم داستان رو آماده بشه. فقط یه مشکلی که داره تو فارسی نوشتن یه خورده کنده، میدونی؟ سلام، چطور میتونم به شما کمک کنم؟ آره انگلیسیش خیلی روونه. من سیریم، من چیزا شما بیان میکنی. خب میخوام چند تا سوال سخت ازت بپرسم. آماده ای؟ نه. فکر کنم آماده نباشه. بگی داداش چی فکر کردی؟ ما اینجا هوش مصنوعی ما مثل شما هوش چیز نیست. چقدر فکر میکنه؟ بدو. یه خورده فارسی بله من آماده پاسخ به سوالات شما هستم. شروع کن. خب آقا من یه سوال آیلتس آوردم. خب از اینا که یه دونه پاراگراف متن میدم بعد از تو سوال میپرسم. از سوال سخته آخرش بپرس. الان نپرس. آماده اینا کنید. این سوال آیلتس همه که یه پاراگراف خیلی هم سخته، اصلا من نمیتونم بخونمش. I have an essay. قرار فارسی ازش بپرسی. من میخوام سوال آیلتس بپرسم. البته میشد اینم فارسی بپرسم خودم، ولی میخوام ببینم که نکنه خیلی روونتر جواب میده. Sure, I would happy to help you with your essay. خیلی خوشحال میشم که کمکتون کنم با این پاراگرافتون. برو بیار سوالا رو بیار داداش. خب من اینجا اینا رو سیو کردم. این ایسه مونه. ببین در لحظه میگه خب حالا سوالات تو بپرس. ما باشیم یه رو فقط زمان میخوایم متن رو بخونیم. خب اصلا آدم که نیست بدبخت. اینم سوالاتمون. آماده؟ سوال جا خالیه، فقط ببین با چه سرعتی جواب میده. ضایم نکن. بودو. یک فارست گولد پاتری اسکابریم ویجیتابلز. بریم ببینیم درست جواب داد یا نه. این جوابای صحیح و این ته داره. Forest, gold, pottery, sculptures and vegetables. همه رو درست گفت. دست جا داره که بریم این مدار استفادهش. سرعت عمل حال کردیم. خیلی خوب بود. نه واقعا راضیم ازش. این پاراگراف رو دادیم. این سوالای جا خالی 3 سوته جواب داد. عالی بود. دمت گرم. واقعا. خب شما سوالات تو بیار. خب
حالا دیگه میخوایم سوالای فارسی ازش بپرسیم، ببینیم که در زمینه فارسی و سوالاتی که مرتبط به شما میشه، مثلا زیست شناسی، تاریخ. ببین مثلا سوال تاریخ میخوام بپرسم. بذار سوال تاریخ انقلاب اسلامیه یا رفتم گشتم خب پیدا کردم. هچو داری؟ صبر رو بند. خب صبر بخشیش صبر اومد یه دونه دیگه بگو سوال. آقا چون من اینجا باید تایپ آقا من رفتم گشتم سوالات تاریخ 11 این میشه 11 دیگه 11 رو پیدا کردم. میخوام یه سوالی که نمرش زیاده بپرسم، ولی این نمونه سوال کلا یا نیم نمره‌ایه یا یه نمره‌ای. بیشترین سوالش 1.5 نمره است. زمان ما 3 نمره سوال میدادن، زمان شما نمیدادن؟ واقعا تو هم یه سوال فکر کن ازش بپرسیم باشه؟ خب بزن. در دوره نخست وزیری اسدالله علم من میگم عمرن جواب سوال نمیتونم بده. اصلا چی هست در دوره نخست وزیری اسدالله علم رو درست نوشتم؟ آره. علم که نبود. نه. چه تغییری در شرایط انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی؟ آقا من واقعا اصلا سوالی دارم. چی ما اینا رو میخوندیم؟ اصلا این سوال خودش خوندنش سخته. این به در اونایی میخوره که میخوام برن کاندید ریاست جمهوری چیزی بشن. بریم 3 2 1. مطمئنم 1000 سال طول میده تا بخواد فکر کنه. چرا داری انگلیسی جواب میدی؟ گیج شد. لطفاً فارسی جواب بده. الان درست میشه. یه خورده چون رفتیم تو فاز انگلیسی فکر کرد که ما بلدیم. نه اینکه بلد نباشیم، ولی همسر یه سوال سخت آماده کن ازش بپرسیم. در دوره نخست وزیری اسدالله علم تغییراتی در شرایط انتخاباتی ایالتی و ولایتی ایجاد شده است. چه تغییراتی برادر من؟ چه تغییراتی؟ پیدا نکرد. اینو ببر بده به بیل گیتس. بگو خودی پول هست. نه وایسین. میدونی چی شد؟ چی شد؟ این قاطی کرد با اون سوال قبلیه؟ آره میگه تو اون پاراگرافی که به من دادی در مورد این حرفی نیست. ای بابا برو از اول. ولی به نظر من که باگ داستان. بذار من اینو کپی کنم. خب من یه دونه چت جدید باز کردم. نکن اینجا مثل چیزه چت باکس دیگه، میتونی یه کانورسیشن جدیدیه گفتگو جدید. خب من اینو دوباره ازش میپرسم. میخوام ازت سوال تاریخ بپرسم. تاریخ ایران بپرسم. یه خب ببریمش تو فضا. آره یه ذره معنویاتشو بریم بالا. مثلا شما امتحان تاریخ داری، اولش بهش میگی آقا من امتحان تاریخ دارم، سوالایی که میاد چیزه میگه خب لطفا سوال تاریخی خود را بپرسید. خب یه علامت سوالم تش میذارم. برو. میتونه من مطمئنم این من اینجا جواب سوال آماده دارم. جواب داری؟ پس چی؟ به نظرت میتونه همین صدرا؟ نه داره جواب میده. در دوره نخست وزیری اسدالله علم تغییرات مهم در شرایط انتخابات انجمنی ایجاد شد. از جمله آن میتوان به قرعه کشی برای انتخاب رئیسان و تعداد کاهش عضویت در انجمن‌های ایالتی اشاره کرد. چه؟ نه اصلا نیستش. قرعه کشی و تعداد کاهش عضویت در انجمن‌ها. نه نوشته قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی در اولین دوره مجلس شورای ملی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان تصویب شده بود. در مهر ماه توسط هیئت دولت تغییر کرد. یک ساعت بعد آقا نمیدونه، میگه ببخشید نمیتونم. قند مولکول DNA و RNA را با هم مقایسه کنید. بذار بدم سوال زیست شناسی دارم. خب میگه بپرس. خب
قند مولکول DNA و RNA را با یکدیگر مقایسه کنید. DNA و RNA عنصر شامل فلان. خیلی داره همه چی رو میگه جز اون چیزی که باید بگه. آره اون 5 که هر دوتاشون 5 کربنن. قند 5 کربن در دنا دئوکسیریبوز و در رنا ریبوز است. بسته بابا نمیخواد بری، با تو نبودم، با این بودم. احساس ناامیدی میکنی؟ نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. تو از کدام راه میرسی؟ این حرفا چیه؟ سوال برنامه نویسی دارم. آقا من میگم بی خیال تقلب شین. آره چرا تقلب؟ درس بخونید. چرا اصلا تقلب؟ به عنوان مثلا آموزشی ازش استفاده کنید. میخوام بهش بگم یه کد پایتون، اصلا نمیدونم پایتون چی هست، یه کد پایتون برای خوبه؟ چی نوشتی خودم فهمیدی؟ یه کد پایتون برای نوشتن و خروجی گرفتن نام امیر صدرا. یعنی اینجوری یه کد پایتون که امیر صدرا رو بندازه بیرون. بازت میتونه؟ دوست داری که خب این کد به شما کمک میکنه تا نام امیر صدرا رو وارد کرده و خروجی آن رو دریافت کنید. واو! name input enter your name print hello name امیر صدرا رو میزنه. پایتون هم هست. یعنی یه جوری میگه، یعنی اصلا آدم میتونه پروژه برنامه نویسی بگیره بده ایشون بزنه، کلی هم پول در میاریم. نه؟ خیلی خوبه. بهش بگو میخوام کانال یوتیوبم 100K بشه چیکار کنم؟ ولی برای رشدش یا 100K؟ 100K. چجوری کانال یوتیوب؟ الان کانال یوتیوب ما 30,000 نفر. یه جوری باش صحبت میکنه که مثلا داره با پسر خالش صحبت میکنه. یه لحظه وایسا. برای 100,000 نفری شدنش چیکار کنیم؟ این شد یه سوال خوب. فکر کنم الان میگه کسایی که در ویدیو رو میبینن حتما سابسکرایب کنن، لایک کنن، کامنت بذارن نظراتشونو. پس لطفا این کار انجام بدید. حتما. قطع شد دوباره. قطع شد. خب شما میتوانید بعضی از گزینه‌های زیر رو برای افزایش عضوان خود در کانال به 100 بدو بله. یه اختبار. خب با تشکر از آقا امیر صدرا که وسط ویدیو تلفن منو وصل کردم و من مجبور شدم برم تماس تلفنی، ولی خب خوبش اینه تو این مدت زمانی تونست کامل بنویسه. چقدر راهکار 5 تا راهکار. از این راهکارا شما میتونید در کانال یوتیوب. خب دیگه از اینجا به بعد رفت تو کار محتوای آموزشی. افزایش کیفیت محتوا. تلاش کنید محتوای بهتری را برای مهمان را کاربران خود کنید. زبانش ضعیفه. بهبود عنوان و توضیحات، شبکه‌های اجتماعی، کاوش برای جدیدترین محتواها، همکاری با کانال‌های دیگر یا سازمان‌ها. این فقط چند تا گزینه از بسیاری از گزینه‌ها بود. حالا ازش بپرسیم بازم میتونه. نه نمیپرسم. سوالی که تو همیشه دوست داشتی ازش بپرس. آره بپرس دنیا کی تموم میشه؟ دنیا بذار بهش بگم موضوع عوض شد. یه سوال دیگه. پایان دنیا چه زمانی است؟ بابا چه زمانی؟ تو هم فالت قاطی شده. بابا میخوام براش یه جوری حرف بزنم بفهمه دیگه. پایان دنیا چه زمانی است؟ همین سر به نظر پایان دنیا کیه؟ فردا. نمیدونی؟ فردا. تخمین زمان پایان دنیا بر اساس علوم
دامی بابا ما که گوسفند نیستیم که. نامعلوم است هیجان‌های شاهد به سراسر دنباله‌های جهانی همانطور که بدیهی است با عذاب و بلا به پایان می‌رود، ولی نشانی برای آن روز دقیق وجود ندارد. ولی خیلی ناامید کننده بود. خیلی ناامید کننده. مو به تنم سیخ شد. خب بذار بپرسم نشانه‌هایی از پایان دنیا تا کنون رخ داده؟ خوبه؟ جنایی شده. مثلا نشانه‌هایی تا الان رخ شده. خوشمزه است؟ هیچی. خوشمزه است لباسه؟ دارم اینه که تو میخورم. هیجان‌های مختلف مانند زلزله‌ها، آتشفشان‌ها، بلایای هوایی، سایه‌های ستاره و رویدادهای طبیعی دیگر مانند زمستان‌های شدید، آب و هوای شور، شلاق و حجم تلاش برای پیشبینی شروع و پایان دنیا رو فراهم می‌کنه. ولی هیجان‌های طبیعی که ما در سطح زمین تجربه می‌کنیم دلیل اصلی پایان دنیا نیست و تنها نشانی از پایان دنیا میباشه. خب آقا امیدوارم که لذت برده باشید. آخر این ویدیو یه نتیجه اخلاقی داشت که واقعا برای بیل گیتس متاسفیم که پولش داره میده تو چاه. نه خیرم، شاید ما هنوز نتونستیم درست از این ابزار استفاده کنیم. ما ایرانی ها همه چیمون بده، اونا همه چیشون خوبه. مرسی تا اینجا که ویدیو با همون بودیم. مرسی که تا اینجا خب تکرار کن دوباره. مرسی که تا اینجا ویدیو با همون بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم بکنید. انرژی به بدید، دوباره انرژی بگیریم، زود براتون ویدیو بذاریم. تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.